یه خری داشت علف میخورد که یه زنبوری رو همراه با این علفا بلعید. زنبور برای اینکه از خودش دفاع کنه زبون خر رو نیست زد و تا دهن خر باز شد فرار کرد. خر ارعر کنان به دنبال زنبور رفت تا به کندوی زنبور رسید. خر شکایت زنبور رو پیش ملکه زنبورها برد. ملکه به زنبور گفت برای چی این کارو کردی؟ زنبور گفت میخواستم جونمو نجات بدم. خر اصرار کرد و در نهایت ملکه مجبور شد حکم اعدام زنبور رو صادر کنه. زنبور گفت آیا حکم اعدام برای من عادلانه است؟ ملکه گفت میدونم که مرگ حق تو نیست، اما گناه تو اینه که با خر جماعت طرف شدی که زبون نمیفهمه. رفیق، سعی کن تو زندگیت با خر جماعت هم کلام نشی. خر نه تنها به نشان جلو افسار خر است، تن خر در کت و شلوار رود باز خر است. 2 مثقال خریت ز خران چیزی نیست، آدمی دیدم اما 2 خروار خر است. یه خری داشت علف